چی میکنی لعنتی؟ زیمی خواهی تسلیم شوین چیوان. اگر نیچه کور از بین میبرم. چتن در زندان مریض شده، به شفاخانه روانش کردن. کارش تمام کن، این دفعه اشتباه نکنی. بدم حالا استاد شوی نگه نشیلیک میکنم. نیکی هایی که ما برات کردیم پدرتان برات نکرده بود. میگم تو را چه قسم بکشم که درد نکشی. چقدر به فکرت هستی. از مرگ فرار نداریم چتن. بیا حق تحلال کو چتن. به نظرم ما باز اینجا نوکری هستم. خدایا من چی میکنم؟ طفل ما به خطر مندازم. چی بگویم؟ ما خب بیخی خسته شدیم بیادر. ما هم خسته شدیم، حیران موندیم چی کنم. نمیفهمم چی وقتی کار از یا خلاص میشه. چی شده؟ کادو؟ کادو چی شده؟ بلند شو. پرستار گفتی پرستار؟ او زنه به شرف چتن فرار میده. حالا بچم حالا برین مرا ایلا کنین. حالا حالا چتن بیدار شده که حالا لطفاً به هوش بیا چتن. اختطاف میکنن. چی گپ است؟ چی شده؟ حالا بدوین. حالا بریم. بدوین. او خدا چتن حالا چتن به هوش بیا چتن. ما را آتش نزنید. حالا به هوش بیا لطفاً چتن. حالا لطفاً به هوش بیا چتن. باید فرار کنین. حالا دیگه بخیز. حالا بخیز. حالا بخیز چتن. حالا دیگه چتن. حالا بیا حالا. فرار کردن. او طرف فرار کردن. درست است بچه. برو اسبش. حالا بدو دیگه. حالا به شرفم. من نباید بمرم دیلا. نباید بمرم. بعد همراه جوانای امید به تماس شوم. میسوختم. مرا به جهنم انداختن. اما نمیمردم. درد میکشیدم. به این شکل من نمیتونم بمرم دیلا. باید زنده باشم. باید زنده بانم. کلا ما یک روز از بین میریم چتن. از مرگ فرار نمیتونیم. اما اگر توبه کنی باز نجات. زبان ما به این گپ عادت نداره دیلا. غرور و کبر ما اجازه نمیده. دیگه من هیچ احساسی ندارم. بسیار وقت پیش مادر کلانو می گپا را برم گفته بود، اما من این گپا را گفتن نتانستم. اگر خداوند خواسته باشه تو هم خواد گفتی چتن. خداوند بخشاینده است. من نمیخوایم دا آتش بسوزم دیلا. نمیخوایم بسوزم. در او صورت باید توبه کنی چتن. تا وقتی که نفس میکشی هر انسان یک فرصت داره. کسی که به درگاه خداوند پناه میبره هیچ وقت دست خالی بر نمیگرده. طبعا اگه به این کار فرصت پیدا کنی این دفعه دیگه براتون هیچ فرصت نمیدم. با هیچ کدامتون. او لنگ پوده، کایا به خاطر کشتن ما با تو چند خواهد داد ها؟ گپ نزن. ما دو چندشم میتون برات بگو را کشتم. ما خدا گم میکنیم از اینجا و تو هم دو چند پولتا میگیری. کاریت در کار بنداز گومش. هیره ببین حساب و کتابم یاد داره. من فکر میکردم تو تنها کشتن مردم یاد داری. زیاد گپ نزن. تنها از پست شما یک عالم پول میشه. افراد من رسیدن. اینا رو به موتر ببریم. شما رو به مرکزی تیتی میبریم. بچه های تزاب. آخرین آدمی که دو چای تزاب مندازم تو خواد بودی کادو. گرچه تو آدم نیستی اما سراخ کردن بدن تو از لجای بدوشم از چتن. اما میفهمی که پوست که سراخ شوه هیچ ارزش نداره. تو را زنده و سلامت مفروشم که صاحبت پوستت بکشه. کادو لطفاً بان که من برم. باید به شفاخانه برم.
اگر نه طفلم از دست میتم. وقت چتن فرار میدادی هیچ به فکر طفلت نبودی؟ حالا چی شد؟ دفعتا احساسات مادری جوش گرفت. زود اینا رو و موتر ببریم. حالا بیا دیگه. حالا زود باش بیا. اول چتن از شفاخانه فرار میده. باز شما دیلا رو گرفتم میتونن. برو لعنتی زیاد گپ نزن. اول دیلا رو میگیریم باز با فکر چتن میشیم. با ما باور کو ما به هیچ عنوان نمیخوایم که کسی از بین بره. اینجا شیوان. بلند 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 چطور نیست؟ بلند کجاست لعنتی؟ اونا فرار کردن ایرور رسیدن نتانستم اما حال از دیتی خبر رسید. چه قسم خبر؟ چتن و دیلار اونا بازداشت کردن. چی میگی لعنتی؟ چطور بازداشت کردن دیلا خواهرین دنیا چطور؟ رشو فرار کردن. چطور فرار کردن؟ ما تو را بکشم لعنتی. ما را فریب دادی به شرف. هلاکو اگه میخواین که دیلا زنده بانه وقت از آیه نسازین. ما اون مردم هم اشناسم کار خود زیاد معطل نمیکنن. بلند ما را کمک میکنه اما چتنان باید نجات بدیم. درست است. حالا جلا کنین یک برنامه میسازیم برای مسلحه بگیریم رشو. حالا دیگه برو دیگه. حالا زود باشین. حالا دیگه حالا شیوان ما زیاد اینا گپ باور نزن ندارم. چکو. برو دیگه. چی گپ هست بچه؟ خیرتی آقا کایان آمده؟ بله در داخل است. خوب است. های چتن ای کی میگفت که یک روز بازداشت میشی و خودت در اوچای تیزابی که اختراع کردی غرق خود شدی. توی عدالت الهی رو ببین. ایده نصیب بر انسان نمیشه چتن. باز میبینیم کادو میبینیم. زیاد گپ نزن چتن. فیلم تو تمام شد. تکه بو کردیم. حالا چتن هیچ فکر نمیکردم که یک روز قسم در مقابل ما بیایی. گفتم ایلایب کو. بی شرف لعنتی. تشویش نکن من سرت از تنه جدا میکنم. میخواستی بدون خوردن کلاس پیشم بری ها؟ مرا تباه ساختی. از من محافظت نکردی. تو خودت چی فکر میکنی او به شرف؟ هیچ وقت نمیتونی که خود همراه ما بزنی چتن. تو اشتباه میکنی به عقل. حالا ببین که کی از گلوی کی گرفته. احمق ما از گلوی تو گرفتیم. خوابای غلط دیده بودی چتن. اشتباه کردی. برات گفته بودم که اشتباه میکنی اما تو لوده گپای ما نشنیده گرفتی. کوشش کردی مرام بدام بندازی. قدرام آسان است چتن. به نظرت آسان است که کایامینی که قربانی بتی؟ گلوی ما به قدر آسانی فشرده میشه لعنتی. او دولت بزرگتان کار نتانست. تو چی خواهتانستی؟ لطفاً بانین که من برم. ببرین ایده. دروازه را باز کنین. بانین که من برم. دروازه را باز کنین لطفاً دروازه را باز کنین. دروازه را باز کنین. بچه برو. کدو لطفاً بان که من برم. وای پرستار مرا آتش گرفته و میسوزم. میفهمی که چرا؟ کاره که ناتکمیل مانده بودی. در قریه که بودیم یادت هست؟ همراهی توی یک کار ناتکمیل ما مانده. در قریه ما مادر تو را از دستم نجات داده بود. روزها مگذره اما خاطرات میمونه پرستار. اینه با تو یک فرصت دیگه. اگه میخوایی تو را نمیکشم میبرم از اینجا نجاتت میدم. از اینجا فرار میکنیم اما در مقابلش خودت میفهمی که من چی میخوایم.
اصلا هیچ وقتی اجازه را برات نمیتم فهمیدی احمق. ما یک خانم متأهل هستم. باشی با من فرق نمیکنه. میخوای اولادایت به مادر شون چطور؟ عطایی برام از خود میسازم. کافیست که تو قبول کنی. بر صورت تو کم فکر کن. اوضاع کم خوب شو و باز پیشت میایم. خدایا لطفاً کمکم کن. پدر کلان پدر مادر چطور شما را از بین بردن؟ چطور هم نکدن؟ گیرت میکنم مادر گیرم کن مرا گیر کردن نمی‌سازی. حالا نوبت تو ابراهیم مرا گیر نمی‌کنی. مرا گیر گیرت ندار. مادر ایلایت کن گفتم. بچه ایلایت کن. بیا پرستار. ایلایت کن. میکشمت. ایلایت کن. گفتم ایلایت مادر من میکشن. همه قدر بس است. هر کس با اتاقای خود برن. چشمت روشن دکتر. نفرت از شفاخانه فرار کرده. نمیفهم چطور موفق شده، اما من احساس میکنم در این کار تو دست داری. محافظ میخوایم امرایت کم گپ بزنم. بگو میشنوم. حالا که نفرت فرار کرده، ما برات یک اتاقی پیدا کردیم. سلام دکتر.
اگر خواب خور نزنی مشکل نداریم. طرف اشتباه انتخاب کردی دکتر. دوست دشمنم همیشه. گپ بزن گفتم گپ بزن. اگر نیاز بر میبرم لعنتی. گپ بزن احمق. چی میکنی احمق؟ دیوانه شدی چی تو؟ آرام باش که لب میخوری. هوشیار باش. ای بار نجات یافتی. چیزای مهم از پیشم گرفتن. خوشبخت هستی، اما تشویش نکن. ما حتما یک راه کشتن تو را پیدا میکنم. در این موضوع ما تخصص دارم. اما قدر بس است. آله ایره بگیرین پیش چای تیزاب ببرین. کادو دختران ببر. آقا نمیشه کوره بدن جزا بتیم؟ گفتم ببرش کادو. اطاعت میشه آقا. سالها در خیالاتم بودین. حتی یک تصویرتان هم پیشم نبود. شما را باید در اینجا به می شکل می دیدم. حالا بخیز پرستار. تا چند دقیقه دیگه تو را بچه های تیزاب مندازم. به خدا ما دل ما آتش گرفته و میسوزم. میفهمی چرا؟ ما و تو نتونستیم که یک بار تنها باشیم. بر صورت در قسمت ما نبوده، جان ما جور باشه. حالا بیا دیگه بیا. ایلیم کو دور باش. از اینکه امروی تو باشم ترجیح میتم که از بین برم. اوه خدای من. درست گپ بزن. تو شب و روز قربان ما شو. درست گپ بزن. اگه از عقلت استفاده میکردی دمو وقت مرا قبول میکردی، من تو را مثل ملکه ها نگاه میکردم. اما تو فقط پشت دکتر تارقه گرفتی. وام بدون مشکل جور کردن هیچ کار برات نمیتونه. همراهی و یک جا مردار میشین و از بین میرین. تو به اندازه یک سگ هم اهمیت نداری کادو. از تو کده یک سگ شرف داره. گپ نزن. بیا دیگه. بیا. ایلیم کو بسیار شکستی به خدا. بیا. ایلیم کو گفتم. ایلیم کو. چه قضیه جالب است به خدا. چرا خنده میکنی؟ این موضوع خنده دار است؟ ببین تکو ولی خدا خنده دار نیست. ما اول که اینجا می اومدین این روز از طرف مقابل ما بود، اما اون در کنار ماست. این کار خدا رو ببینه. ها بچره شو گپ نزن. دانتا بسته کنه شوی لفده. ایره بگو که حالا چی کنیم. خدا تو چقدر بزرگ هستی. شیوان ها اگه ما برام بازداشتم میکنن، اما در مورد بلند تنوز اما نمیفهمم. تو هم باید بری ایروز جان. تو هم باید بازداشت کنن. حتی خود بلند تو رو بازداشت میکنن. اما قطعا در داخل نفوذ میکنی. در داخل نفوذ میکنی. در سایت هم باید بسته کو. تشخیص نکو. نه تطفامیل یعیر همون تو یک کشکنی قد میسه. بسه ساده ساخت رسول خودم اختراع کردیم. طبعا خدمات ما تنها باید ختم نمیشه. در برمی که میبینی مکمل گاز پره سومیدی کمی باید داره، اما باید گذاره کنی. چرا که باید گفتنش باید است. از سرگین زور کردی. از سرگین از کسافات حیوان. طبعا که مشک بوی نمیشه. توبه مثل تنکی الپیجی پر است. سی بگویم نگرده من باید نمیکنم دیگه. ایرال ما هم اینجا هستیم. وقت شما را بیرون کشیدن. ما از این طرف ما نمیشیم که دیگه تعقیب شما نیاین و شما دوباره اینجا میایین.
درست است شیوان. اگر کدام مشکل رخ بده اگر ما بازداشت چطور؟